شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. روز گذشته کاربران صفحه اینستاگرامی رادیو زودی به 9 میلیون رسید. صفحه ما در اینستاگرام 3 سال پیش باز شده بود و در یک مدت کوتاه هزاران نفر به آن پیوستند. حالا مومین احمدی مسئول صفحه اینستاگرامی رادیو زودی رو در استودیو با هم داریم. مومین سلام. دلیل توجه بیشتر به صفحه اینستاگرام در چی بود؟ تشکر شهلا. قبل از همه به کاربران صفحه آزادی در اینستاگرام تشکر میگویم که به صفحه ما پیوستند و به ما الهام بخشیدند تا برای آنها بیشتر کار کنیم. صفحه ما در اینستاگرام دریچه نوی برای دریافت آخرین تحولات تاجیکستان و جهان است. سبب دیگری توجه این است که اینستاگرام کوتاه بیانی را تقاضا میکند. نوار را هم اکثرا نباید بیشتر از 1 دقیقه زیادتر باشد. البته حالا اینستاگرام رشد یافته است و بخشی IGTV باز شده است. ما کوشش کردیم که در همه بخش‌های اینستاگرام آن چیزی که کاربران از ما انتظار دارند نشر کنیم. همکاران ما با کاربران هم خوب بودند و نوارهایی که آنها برای همکاران ما میفرستادند نشر میکردیم و سربیننده بودند. خب مومین، ما شاهد آن بودیم که تیم اینستاگرام مخلصان خود را با رسیدن به قله 9 میلیونی تبریک کرد و در جواب زیاده از 400 پیامی تبریکی گرفت. مردم بیشتر چی ها می نوشتند؟ بله شهلا، آنها از موفقیت ما اظهار خرسندی میکردند، اما همچنین موضوعهایی رو پیشنهاد میکردند که ما باید پیگیری کنیم، از ابله گرفته تا کروپسی، از وضع این مهاجران گرفته تا کرونا ویروس یا انتخابات در تاجیکستان و غیره. ما خیلی شادیم که کاربران قاعده ها و آداب بحث را همزمان رعایت میکنند. این هم یک دعوت ما از آنها بود که بیشتر فکر و عقیده نویسند تا تحقیر یا کشوکش. باری دیگر از کاربران خواهش داریم که هنگام نوشتن شهر آداب را رعایت کنند. بسیاری ها یک نظری بسیار خوب می نویسند ولی یک کلمه تحقیرآمیز استفاده میکنند که ما مجبور میشویم به خاطر آن تمام شهر را پاک کنیم. از بیننده های شما نیز یعنی صفحه یوتیوب نیز دعوت میکنیم به صفحه اینستاگرامی رادیوی آزادی همراه شوند، پشیمان نخواهند گشت. سپاس مومین برای صحبت و البته تشکر به یکایک کاربران رادیو آزادی که خبرهای ما را در تمام شبکه‌های اجتماعی از جمله در یوتیوب نیز پیگیری میکنند.